مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیمی زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امیر فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. ولک ما یه هفته مریضی گرفتیم، کرونا گرفتیم، سرماخوردی، خلاص چی گرفتیم، صدامون بالا نمیاد، اصلا نمیتونیم حرف بزنیم. یه هفته چش ما رو دور دیدن، همه شروع کردن در خصوص صنعت پررونق سینمای ایران دست به افشاگری زدن و گفتن که آی به داد صنعت سینمای ایران برسید که درونش فساد وجود داره. یعنی تا 2-3 هفته پیش همه فحش خواهر و مادر به ما میدادن و میگفتن که عامل خودکشی و قتل و بیل و کلنگ و تجاوز همه اینا امین فردینه و داره چرت و پرت میگه. خاله زنک بیل کلنگ صنعت سینما ایران پاک بدبخت شدیم. زدن تو سر خودشون، به قوه قضاییه نامه زدن، به بالا و پایین نامه زدن و همه جا صحبت کردن، مصاحبه کردن، پول دادن به خبرگزاری‌ها. یه عده خدنگ و پیج و میج این صحبت‌ها اومدن صحبت‌ها اینا رو بازنشر کردن که آی سینمای ایران پاکه، آدمایی که تو سینما ایرانن پاکن، کلاسای بازیگری پاکه. واه چقدر هرس خوردم. و امین فردین داره دروغ میگه و این چرت و پرتا چیه داره میگه؟ یارو اونور دنیاست، معانده، نمیدونم فقط چون ماشاءالله دیفالت اینجوریه که شما پاتون یه قدم مرز ایران بذارید بیرون و یک مدیا داشته باشید یا یه پیج داشته باشید میشید معاند. یعنی دیفالت معاند بودن اینه. البته این وریا که بعضی شما میگن اطلاعاتی، اون وریا به ما میگن معاند. یعنی یکی همین وسط گلک ناموسه ما رو گردن نمیگیره، ما آخر نفهمیدیم کدوم وری. حالا ما با اینا کار نداریم، ما مسیر خودمون رو میریم و کاری که درسته و اون چیزی که حق مردمه که بدونن و اونم شنیدن حقیقت و واقعیت هستش ما راجبش صحبت می‌کنیم. چون در طول 2-3 هفته گذشته عامل فساد و بدبختی و خودکشی و بیل و کلنگ در صنعت پررونق سینمای ایران رو 5000 کیلومتر اونورتر امین فردین در کشور آلمان میدونستن و میگفتن که تمام این بدبختی زیر سر ایشونه، ما همه پاکیم، همه سالمیم، اصلا کسی مواد مصرف نمیکنه، کسی ارتباط برقرار نمیکنه. اما دمش گرم خانم سمیه میرشمسی از خیلی از مردهای سینمای ایران ایشون مردتره و دم غیرتش گرم و ایشون از خیلی از بازیگرهای پر ادعا و گندگو که ادعاشون میشه ایشون مردتره و اومدن راجب سینمای ایران افشاگری کردن که راجب ایشون صحبت میکنیم. یه رشته توییت زدن و گفتن که آقای فرهاد اصلانی در پشت پرده سینما ایران چه کارهایی که نمیکنه و البته یه عده افراد دیگه هم که نسبت به این قضیه صحبت کردن. البته میدونید دیگه یه عده از مسئولین گفتن وا مصیبت‌ها، نامه زدن به این ور اون ور، قوه قضاییه، بیل کلنگ، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، نمیدونم پیسان شدیم، بهمان شدیم که امین فردین نامه بفرستیم. اما خب حالا بگذاریم. امروز میخوایم راجع به فساد در صنعت پررونق سینمای ایرانی صحبت بکنیم که خانم سمیه میرشمسی که خود ایشون هم دستیار کارگردان بودن این موضوع رو تایید کردن در خصوص اتفاقاتی که ایشون با آقای فرهاد اصلانی داشتن و از اون طرف انجمن صنفی برنامه ریزان دستیاران کارگردان، یعنی همچه انجمن من اولین بار رو میشنیدم، اومدن و گفتن که خانم سمیه میرشمسی که گفته فساد در سینمای ایران وجود داره رو تایید کردن و نکته باحالتر و جالبترش اینه که انجمن بازیگرای سینمای ایران و خانه سینما اومدن گفتن فساد نیست، انجمن برنامه ریزان و دستیاران گفتن فساد هست. یعنی چند تا سازمانی که حالا ربط دارن به صنعت پررونق سینما ایران ضد و نقیض دارن صحبت میکنن. یه عده بازیگران میگن فساد هست، یه عده میگن فساد نیست، که البته من گفتم هر کسی که فساد رو در سینمای ایران ببینه و در مقابل فساد سکوت بکنه خودش هم جزئی از اون فساده. وگرنه چه دلیلی داره شما فساد رو ببینی، یه جا داره حقت خورده میشه، یه جا داری میبینی که انتخاب بازیگرها بر اساس شایسته سالاری نیست، بر اساس اتفاقات توی تخت خوابه ببینی و سکوت بکنی. اتفاقاتی که در کلاس‌های بازیگری رخ میده
کلاس‌های بازیگری که یه عده ادعا میکنن که ما رفتیم کلاس‌های بازیگری رو گذروندیم، انگار ما نمیدونیم تو این کلاس‌های بازیگری چه خبره، انگار ما نمیدونیم تو این کلاس‌های تئاتر چه خبره که فقط موضوعات اروتیک و جنسی توشون مطرح میشه. میان فلان بازیگرایی که مثلا خیلی معروفن و مشهورن رو دعوت میکنن با آکادمی‌های بازیگریشون و اونا توی آکادمی‌های بازیگری به جای که یه مقداری از تجربهشون و سوادشون و چیزهای مختلف بگن، میان به خانم‌ها میگن که تاریخ پریودیتون کی بوده، میان بهشون میگن که آخرین بار مثلا کی رابطه جنسی داشتی، میان بهشون میگن که پرده داری. نه این سوالاتو میپرسن تو کلاس‌های بازیگری‌ها. گویا یه سری از این مسئولین پنبه تو گوشیشونه و نمیشنون این چیزا رو. ولی خب خانم سمیه میرشمسی تا اومدن رشته توییت زدن، یه عده گفتن که نه ایشون راست میگه، فساد تو سینما ایران هست. ما آخر نفهمیدیم، ما ساقی شما رو می‌خوایم پیدا کنیم آقا اینو مسئول که چند تاتون هم مصاحبه کرده بودید. بالاخره تو سینما ایران فساد هست یا نیست؟ از اون شوت‌تر خانم سحر زکریاه که اومده صحبت‌های خانم سمیه میرشمسی که حالا جلوتر اشاره می‌کنم چه نکاتی گفته که بله ایشون راست میگه تو سینما ایران فساد هست، اما همین فردی دروغ میگه. خب پشمک، چیز دیگه نمیتونم بهت بگم. منم دارم میگم تو سینما ایران فساده، ولی چون من راجع به خودم افشاگری کردم من میشم بده، ولی ایشون چون راجع به افشاگری نکرده میشه خوبه. بابا مردم عاقلن، یه نگاهی به کامنت‌ها زیر پستت بکن که راجع به من صحبت کردی و توهین کردی. به مادر من که توهین کردی، به خواهر من که توهین کردی، به خانواده من توهین کردی، به خود من که گفتی حرومزاده، اصلا من که با این چیزا کاری ندارم. ولی بحث اینجایی که میخندن بهتون. بابا یه نگاهی به کامنت‌ها زیر پستاتون بکنید، خودتون حساب کار میاد دستتون. اما ماجرا از این قرار بود، حالا اینم بگم یه فایل صوتی هم من براتون پخش میکنم که عجیب شد، از تجربیات یکی از خانم هایی که رفته بوده در کلاس های بازیگری، آقای صابر ابر. خواهشاً شما هم اگر تجربه شرکت در کلاس های بازیگری یا تئاترای یه سری از این بازیگرهای عصبی اند حشری و حول رو دارید، برای من وایس بذارید، من تجربیات شما رو برای مردم پخش میکنم. فایل صوتی ایشون از کلاس های فن بیان و نمیدونم بازیگری آقای صابر ابر رو هم براتون پخش میکنم که چه چرت و پرتایی رو در این کلاساشون آموزش میدن. اما معذرت خواهی میکنم، تو ویدیو قبلا گفتم صدا مقدار گرفته، درگیر مریضی هم ویروس دیگیل کرونا هم دارم که الان بهتر بشه. اما خانم سمیه میرشمسی اومدن یه رشته توییت رو مطرح کردن و در خصوص آقای هاتف علی مردانی به عنوان تهیه کننده و آقای فرهاد اصلانی دست به افشاگری زدن که اشاره نکردن که در کدوم یک از پروژه های سینمایی در پشت صحنه‌اش این اتفاق افتاده، ولی از اسامی که خانم سمیه میرشمسی به عنوان دستیار دوم کارگردان مطرح کردن، احتمالاً فیلم سینمایی کولومبوس یا همچین چیزی که آدم اسمش عجیب و غریبه که سال 95 ساخته شد، سال 97 اکران شد و آقای فرهاد اصلانی توی این فیلم بازی میکرد و تهیه کنندش هم آقای هاتف علی مردانی بود. یعنی با توجه به دیتیل ها و موضوعاتی که داره میگه، احتمالاً سر ساخت این فیلم سینمایی بوده که این تجربه برای خانم سمیه میرشمسی اتفاق افتاده. خانم سمیه میرشمسی میگه که من دستیار دوم کارگردان بودم، توی این سریال ارتباط داشتم با بازیگرها تو اتاق گیریم، بازیگرها رو از اتاق گیریم به اتاق لباس اصطلاحاً میبردم سر پروژه فیلمبرداری توی خونه 3-4 طبقه بوده و توی این خونه فرهاد اصلانی نقش اول رو داشته و فرهاد اصلانی توی بعضی از سکانس‌ها و در بیشتر روزهایی که می اومده همش مست بوده، پرخاشگر بوده، حتی سر من داد میزده، سر خیلی از عوامل داد میزده. یه بار یکی از عوامل پفک خریده بوده آورده بوده سر صحنه و یه دونه پفک خورده بوده، سرش داد زده بوده، گفته بود غلط می‌کنی پفک می‌کنی، پاشو گم شو برو سر کارت، من اینجا همه کارم. و توی یکی از صحنه‌ها هم که مست بوده روی پشت بون دست منو میگیره، میگه بیا روی پاهام بشین، منو بغل کن، از این صحبت‌ها. و من وقتی تن به این کار نمیدم سر من داد میزنه و این موضوع رو وقتی من به تهیه کننده آقای هاتف علی مردانی میگم، ایشون میگه به من این حواشی ربط نداره، من با این موضوعات کاری ندارم و شما به کارتون بپردازید. و عموما تهیه کننده هایی که در پروژه هاشون فساد صورت میگیره خودشون هم تو اون فساد شریکن با کارگردان ها و با بازیگرا. میگه هر چی تو مخزدی بیا نصف شب 50-50 میزنیم. یعنی تهیه کننده ها، نمیگم همشون اما بیشتریاشون، اونا رو که الان خیلی پروموت شده و زیاد راجعش صحبت میکنن، همه میدونن
یعنی بعضیاشون میان فیلم سینمایی میسازن که تو این فیلم سینمایی دختر بازی کنن و دختر جور بکنن. یعنی فیلم سینمایی نمیسازن که کار هنری و فرهنگی بکنن، بعد میان جلوی دوربین جست میگیرن، یقه آخوندی میبندن تا خشتک بالا، اینجا جای ما میگن بله ما برای اینکه بخوایم صنعت فرهنگ سینمای ایران رو ارتقا بدیم فیلم سینمایی میسازن، در صورتی که همه میدونن تو صنعت سینما ایران چیه فیلمی میسازن که لابلاش دختر بازی میکنن. خانم سمیه میرشمسی هم اومدن این قضیه رو مطرح کردن و گفتن که بله من یکی از تجربیات تلخم بوده، آقای عاطف علیمردانی یکی از تجربیات تلخم با ایشون بوده و این اتفاقات برای من افتاده در خصوص فرهاد اصلانی. البته فرهاد اصلانی یه قلمش بوده، خیلی از بازیگرا هستن که نمونه مشابه اینو دارن و اشاره کرده به اینکه برخی از بازیگرها توی پروژه‌های سینمایی نقش یه پادشاه رو دارن، فکر می‌کنن که پادشاهن و اجازه دارن به هر کسی که دلشون میخواد دستور بدن و البته عوامل پشت صحنه سینمای ایران هم خیلی هاشون این بازیگرا رو بد اخلاقی‌هاشون رو میدونن و البته کلاً سلبریتی ها اون چیزی نیستن که شما جلوی دوربین میبینید. کافی 10 دقیقه از نزدیک این آدم ها رو ببینید متوجه میشید که واقعیت و شخصیت درست این افراد چی. اصلا از نزدیک هم نمیرید، 2 دقیقه برید دایرکتشون 4 تا باهاشون چت بکنید متوجه میشید چه ادبیات سخیف و عجیب و غریبی دارن. از اون طرف انجمن سلفی برنامه‌ریزا و دستیاران کارگردان، چقدرم طولانی من از ام نوشتمش، گفتن که ما به صداقت خانم میرشمسی اعتماد داریم و اعتقاد داریم و ایشون راست میگن و متاسفانه در پشت صحنه برخی از پروژه‌های سینمایی فساد وجود داره و از این نوع اتفاقات میفته. بیانیه‌اش رو هم میتونید حتی روی تصویر ببینید که اومدن و راجع به این موضوعات صحبت کردن که خانم سمیه میرشمسی متاسفانه اتفاق براش افتاده، بله فساد هست و صحبت این تیپی. از اون طرف خانه سینما نامه میزنه و انجمن بازیگران سینما ایران نامه میزنن و میگن نه صنعت سینما ایران پاکه و امین فردین 5000 کیلومتر اونورتر داره چرت و پرت میگه و سینما ایران داره خراب میکنه. ما آخر نفهمیدیم که انجمن صنفی برنامه‌ریزا و دستیاران کارگردان دارن درست میگن یا خانه سینما یا انجمن بازیگران. یعنی یه دوگانگی و دو دستگی هم البته بین بازیگرها ایجاد شده، ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که بازیگرانی که فساد رو میبینن، بازم تاکید میکنم، سکوت میکنن در مقابل فساد، اینها خودشون جزئی از اون فسادن. و از اون طرف اینجاش باحاله که یکی از دوستان اومد برای من یه فایل صوتی فرستاد و وایس فرستاد در خصوص کلاس های بازیگری های صابر اول. از ابتدا توضیح میده که اصلا چی شد که رفت توی کلاس های ایشون، کلاس های فن بیان و گفتمان نه بازیگری، و ببینید چه اتفاقاتی توی این کلاس بازیگری میفته. مش نمونه خرواره. من این یه دونه رو انتخاب کردم، خیلی بوده که ببینید مردم عادی، شما مخاطبین خیلی هاتون هم تجربه داشتید و برای من توضیح دادید چرا من رسانم پربیننده است، چرا من هر حرفی میزنم خیلی وایرال میشه و مورد اعتماد مخاطب است، به خاطر اینکه بیشتر این مخاطبا خودشون این فسادها رو از نزدیک دیدن. من کار شق القمری نمی‌کنم، یه دفعه میگن که آره ما چه کار عجیب و غریبی می‌کنیم یا مثلا مردم دنبال اخبار آشای زردن و دنبال می‌کنن. نه عزیز من چیزی که دارم میگم حرف دل همون مردمه. وقتی من میگم سلام بنده امین فردین به امر تیمم هستن، شاید 7 نفر تیم اصلی من باشه که از روز اول با من هستن، 60 میلیون نفر از اعضای تیم من خود مردمن که به من سوژه میدن، خود مردمن که تجربیاتشون رو در اختیار من میذارن، فایل‌های صوتی، چت‌ها، عکس‌ها و اتفاقات مردم رو، اتفاقاتی که براشون رخ میده رو به من میگن. یعنی همین مردمن که تیم منن. چرا یه عده این قضیه رو نمیتونن باور که چه عرض میکنم درک بکنن؟ و همیشه میگم که من قوی‌ترین تیم، بهترین تیم، بالترین تیم و البته بیواسطه و بدون وابسته ترین تیم رو دارم. برای همینه که اونایی که خارج از کشورن تو کف اینن که من از کجا خط میگیرم، اونایی هم که داخل کشورن تو کف اینن که این آمار اطلاعات من دارم از کجا دارم. یه عده میگن که این حتما با یه سری دستگاه اطلاعاتی امنیتی بسته که این اطلاعاتو میده، اون یکی ها میگن که حتما این با یه سری از رسانه‌های مزدور و معاند بسته که اطلاعاتو میده، در صورتی که همین مردمن که تیم منن و تیم منو دارن قوی میکنن. دمشون هم گرم. بریم این فایل صوتی که یه تجربه داشته که از این افراد از کلاس‌های فن بیان آقای صابر اول رو ببینید، دود از سرتون بلند میشه که چه اتفاقاتی در این کلاس‌ها رخ میده.
ببینید. تقریبا بعد از سریال قورباغه که صابر اول خیلی اونجا درخشید و خب قدرت بیان و صحبت کردن خیلی خوبی داره خدایی و اینکه بازیگریش خیلی خوبه، هیچ حرفی نیست. من پیجش رو دنبال میکردم و اینکه متوجه شدم که یک مدرسه داره و کلاس هایی رو برگزار میکنم. من نه علاقه‌مند به بازیگری هستم و نه دوست دارم نه چیز دیگه ای. فقط دیدم که توی کلاس های به عنوان من مثل خودم حرف میزنم همچین چیزی داشت و اینکه برای کسایی که بازیگری میخواستم برن نبود، برای همه بود و اینکه من چون رشتم و کارم مدیریتی بود فکر میکردم که این شخص میتونه خیلی کمک کنه. به خاطر همین توی کلاس شرکت کردم. 5 جلسه بود. چیزی که بر من جالب بود، اول جلسه به ما گفتش که هیچ نباید موبایل روشن داشته باشین، نباید صدای ضبط کنین. خیلی کنترل میکرد این قضیه رو و یه دستیارم داشت که میگم که خیلی حواسشون جمع بود که کسی چیزی ضبط نکنه. میگفتش که بعد از اینم هر کسی از شما پرسید تو کلاس صابر ابر چه خبره، شما بگین که هیچی، اصلا چرت و پرت میگه، اصلا نمیخوام چیزی از کلاس من بره بیرون. چیزی که اتفاق افتاد اول کلاس یکی بچه ها رو بر روی سن. کلاس توی باغ کتاب یه جایی هستش که برای نمایش و اینا هست، توی باغ کتاب اونجا برگزار شد. یکی بچه ها میرفتن بالا و خودشون معرفی میکردن و یه چیزی که واقعا مسخره بود اینکه کلاس ها خب مختلط بود، سن بچه ها خب خیلی کم بود، معمولا متدف. جالب این بود که اول از همه شروع کرد به اینی که خب خانوما هر کی پریوده بیاد بگه. یعنی من خیلی شاخ‌تر آوردم که پریود بودن آدما چه ربطی داره به فن بیانشون و اینکه قرار من تو این کلاس در مورد فن بیان و چطور صحبت کردن و حالا یه سری اشیا تکنیک هایی که تو بازیگرا هست میخواد بگه و اون تاثیر داشته باشه روی صحبت کردن آدما، روی نفوذی که حرف آدما میتونه داشته باشه. در مورد این چیزا صحبت میکنه. ولی اول از همه اومد گفتش که کسی هر کی داره میاد خودشو معرفی کنه، اگه موادی مصرف میکنه بیاد بگه و اگه پریودم هست اعلام کنه. خب من به عنوان کسی که اصلا توی این فیلد بازیگری نبودن گفتم خب شاید این بازیگر خیلی با هم دیگه راحتن که بیام بگم و منتظر این بودم که بیاد بگه که چه تأثیری میتونه داشته باشه. حالا خب مواد شاید مثلا سیگار کشیدن روی تون صدا این چیزا تاثیر داشته باشه، ولی بازم به فن بیان و این چیزا ربطی نداره و من تا آخر فهم منتظر بودم که ببینم چه تاثیر داره و متاسفانه چیزی نفهمیدم. و این شخص توی 2 جلسه اول که خودش مقدار صحبت کرد من هیچ چیزی ندیدم که ربط داشته باشه و فقط هم از این 5 جلسه 3 جلسهش که ورزش بود. یعنی بچه ها لباس ورزشی باید میپوشیدن که بیان مثلا یه سری هوای دراز بکشن و یه سری حرکت‌های ورزشی انجام بدن که بازم ربطی به بیان نداره این چیزا. خیلی جالب بود که همون جلسه اول از کلمات جنسی خیلی استفاده میکرد و خیلی اینو میخواست راحت جلوه بده. بعد بهتون میگم که پشت این چه هدفی داشت. خیلی راحت کرد جلسه اول بیشتر خودش صحبت کرد به جز معرفی بچه ها، بعد همه رو آورد اون بالا. گفت من یه تمرین بهتون میگم، باید عضلات شکمتون رو سفت کنی، نمیدونم عضلات مقعدتون رو سفت کنی. میگم که شروع کرد به کلمات و چیزای جنسی صحبت کردن. بعد خودش شروع کرد اومد همه بچه ها شکمشون رو لمس کردن. گفت من میخوام ببینم که درست دارین نفس میکشین، درست دارین سفت میکنین شکمتون رو. ولی خب اینم گفت هر کی ناراحته بگه که همکارم این کار رو انجام میده. ولی خب از اون دور شروع کرد به این کار انجام دادن. خب خیلی یه جوری انگار
خجالت میکشیدن یا چون طرف صابر عبره روشون نمیشد که بیان بگن که اون وسط یه خانمی بیاد بگه که نه تو به شکم من دست نزن، یه جوری انگار مثلا معذب بودن همه. ولی با این حال میگم که شروع کرد به این حرکاتو نمیدونم ببخشید پشت حرف زدن و شکم و لمس کردن و این چیزها که واقعا من دوست نداشتم، واقعا دارم میگم. و جلسه دوم متوجه شدم که این راحت کردن این جلسات به چه معنیه. خیلی راحت این هم پول بچه گرفته، جلسه 500,000 تومان، اومد نشست جلو و گفتش خب ما باید یه سری گره ها داره هر کسی تو ذهنش به هر مشکلی تو زندگیش هست اینجا بازگو کنه، که مثل جلسه دادگاه بچه ها راحت شده بودن که و جالب اینجاست که 90% بچه ها چه دختر چه پسر مشکلاتی که داشتن این بود که بهشون تجاوز شده بود و فکر می‌کنم خیلی موضوع سختی بود که اینو جلو چش اون همه آدمی که حداقل 20-25 نفر که تا حالا ندیده بودن، نمیشناختن، میان از اتفاقای تلخ زندگیشون، از اعتیاد پدر مادرشون، از خیانت پدر مادرشون یا تجاوزایی که بهشون شده بود. من اصلا دوست داشتم اشک پسرا رو انقدر ببینم. خب بعدم این فکر کردم خب شاید اصلا این میخواد این سوژه های فیلم دوز کردنشونه، اصلا اینا چه ربطی به من مثل خودم حرف میزنم داره. واقعا احساس میکنم که داره سوء استفاده میشه و متاسفانه مثل همون که میگم وقتی یه بازیگر قدر توی تیمته که جدیدن هم افشایی که در مورد شده هیچ چیزی نمیتونه بگه، این هم هیچ کسی نمیتونه اعتراضی بکنه که بگه آقای ابر من 2.5 میلیون تومان پول دادم که در مورد صحبت کردن چیزی یاد بگیرم، نه اینکه بیام اینجا در مورد مایچه نمونم مقعد و شکم من لمس بشه یا بیاد به من بگی که برین حروف الفبای فارسی رو حفظ کنین. جلسه بعد از شما میپرسم، چون آخر جلسه اول میگفته خب حروف الفبای فارسی به ترتیب هیچ کی اصلا بلد نبود، هیچ کی حروف الفبای فارسی رو حفظ نبود. برین جلسه بعد ازتون میپرسم خب حروف الفبای فارسی حفظ کردن چه ربطی داره. من و چند تا بچه دیگه انتهای جلسه دوم به همکارش، هم دستیارش خانم بود، گفتیم که ما فکر کردیم که توی این جلسات ما در مورد صحبت کردن قراره چیزی یاد بگیریم و ایشون تفکرش این بودش که نه آقای ابر میاد ذهن شما راحت میکنه که شما خودت باشی. گفتم خب ما خودمون هستیم دیگه، هر کی که تو این جلسات اومده میخواد یه چیز جدیدتر بهتر یاد بگیره. و جالب اینجاست که 3 جلسه بعدش هم هر کی یه مت بیاره و یه قمقمه و لباس آزاد بیاره و گرم کن و فلان و اینا که حرکات ورزشی انجام بدیم. خلاصه این که من اینها رو گفتم که اگه صلاح دونستین شما استفاده کنین ازش. من نه بازیگرم نه نمیدونم با اینا در ارتباطم، فقط تجربه شخصی خودم از کلاسی که یکی از اینا برگزار کرده بود و دارم میگم که حداقلش اینه که اگه یه شخصی خواست تو این کلاس این آقا شرکت کنه، که فکر کنم بعد از اون دوره که من شرکت کردم 2-3 تا دوره دیگه هم هستش که برگزار کردن، شایدم بیشتر تا اونجا که دیدم. من اصلا فالوش ندارم ولی تا اونجایی که دیدم دوباره برگزار کرد. برای خیلیا دادن این پول شاید اصلا رقمی نباشه ولی خود من یه مقدار بهم فشار اومد، ولی چون به کارم ربط داشت دوست داشتم توی کارم پیشرفتی داشته باشم. از شخصی که حداقل اون موقع من سریالش رو دیده بودم، از فن بیانش و قدرت صحبت کردنش خوشم می اومد و دوست داشتم که یاد بگیرم، بیشتر یاد بگیرم و تو کارم استفاده کنم، نه اینکه مثل بچهای 80-90 از اینکه فقط یه بازیگر دارم میبینن لذت ببرم. چون مثلا هیچ وقت تو عمرم خوشم نمیومد که بازیگر مثلا یه بازیگر دوست داشته باشم یا برام شخصیت خاصی هیچ وقت نبودن. ولی شاید این صحبت ها به درد شخصی بخوره که اگه میخواد توی کلاس این آقا حداقل شرکت کنه بدونه که با چه تجربه‌ای روبرو میشه، اگه دوست داشت شرکت کنه. ممنون. مشت
نمونه خرواره. این یه نمونهش بود. یعنی شما فکر میکنید که مسئولین فرهنگی کشور و آدم هایی که تصمیم گیرندن و ناظرن این چیزها رو نمیدونن. مطمئن باشید که مثلا 20 مدل از اینا به گوش من میرسه، 2000 مدلش به گوش همین افراد میرسه، ولی چون منافع خودشون در خطره، چون فلان شخص فلان بازیگر میاد پیشش صیغش میکنه میبره باش اشغال میکنه، هیچ وقت نمیتونه بیاد مبارزه بکنه با فساد. پس نتیجهش اینه که میگه اوه امین فردی که اونجا نشسته بذار نامه بزنیم، بذار خبری پخش بکنیم، خرابش بکنیم، ما چیزامون خراب نشه، ما به زیر شکممون برسیم. چرا ایشون داره این کارا رو میکنه؟ یعنی شما فکر میکنید این گزارش‌ها به گوششون نمیرسه. بعد از اون بالاتر یه آدم ساده لو هستن که من دارم این کتابم می‌نویسم به اسم کتاب سواد رسانه‌ای که منتشر میشه و تجربیات من در خصوص اتفاقات رسانه‌ای که میگه که مثلا آقا شما این افشاگری رو میکنی فلان شخص ممنوع کار میشه. آقا قربونت برم، بازم تاکید میکنم من 5000 کیلومتر اینورترم، وقتی من چیزی رو افشا میکنم شما فکر میکنید نهادهای اطلاعاتی امنیتی این چیزا رو نمیدونن؟ شنود نمیکنن تلفن این افراد رو، اس ام اس هاشون رو، چت هاشون رو، رفت و آمداشون رو، اینور اونور رفتناشون رو، مشروب خوردن و مواد کشیدناشون رو. یعنی شما فکر میکنید نمیدونن؟ بهتر از من، با کیفیت‌تر از من، دقیق‌تر از من، مستندتر از من، با فیلم و عکس‌تر از من میدونن. اگه قرار به ممنوع کاری باشه خودشون بهتر از من میتونن این کار رو انجام بدن. هرچند من خاصا کلا مخالف اینم که اصلا ممنوع کاری صورت بگیره، ولی خب باید یه سری کنترل ها در اون صورت بگیره و یه سری آدم‌های درست و سالم توی سیستم باشن که هر کسی که شایسته است، هر کسی که لیاقتشو داره بتونه بیاد بالا، نه هر کسی که راحت تر میتونه کارهای اداری رو انجام بده بیاد بالا، نه اینکه هر کسی راحت تر بتونه صیغه این صیغه اون یا با این ارتباط داشته باشه یا پول بیشتری خرج بکنه بیاد بالا. و اونجاست که آدم‌هایی که شایسته و بایسته این هستن که بازیگر بشن و بتونن این کار خوبی رو انجام بدن فید میشن. و برای همینه که 90% بدنه سینمای ایران رو فساد فرا گرفته. خیلی از بازیگرا هستن که میان صحبت میکنن با من و میگن فساد توی سینما ایران وجود داره. حالا اگر فرصتی فراهم بشه از بعضیشون اجازه بگیرم حتما صحبتاشون رو نقل قول میکنم برای شما. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. این گوشه کوچیکی از فساد گسترده در صنعت پر رونق سینما ایران بود. ممنون از شما. دوست داشتید به اشتراک بذارید، لایک بذارید و نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. ممنون از شما.